آبی گرم همیشه در دهات لازم است. آن را با مقصد خوجگیداری و سانیتاری استفاده میبریم. لیکن دریافت کردن آبی گرم با نیروی برق یا هیزم بعضا مشکل و گران است. با جای هیزم و نیروی برق برای به دست آوردن آبی گرم استفاده بردن آبگرمکنک‌های آفتابی ممکن است. در مرکز زنان ما از طرف مرکز اکولوژی جوانان آبگرمکنک‌های آفتابی نصب کرده شده است. با وجود این آبگرمکنک‌های آفتابی گران و اکثر وقت برای عائله‌های خرد و کم‌بضاعت دسترس نیست. برای روزگارداری آبگرمکنک‌های خودساز که از مسائل زیرین به مانند شلنگ پلاستیکی، فنر، تخته، ریکه، شیرش سیلیکونی و ستیر استفاده بوده می شود. آبگرمکنک از انرژی آفتاب استفاده برنده و ما امکانیت میدهد که برق را ثمرانات استفاده بریم و طبیعت رو حفظ نماییم.